ابن یوآش از بلندی حارس از جنگ برگشت و امرده را از مردم سکوت دستگیر کرده از وی پرسپاس نمود و وی برای او نامهای میران سکوت و پیران آن را که 77 نفر بودند نوشت و او نزد مردم سکوت آمده گفت: اینک ذبح و سلمونا که درباره آنها شما تمسخر نموده گفتید، مگر کفی ذبح و سلمونا الکی در دست توست تا که به آدمان خسته تو نان دهیم؟ و پیران شهر و خارهای بیابان و ینتاقها را گرفته و آنها مردم سکوت را به جزا مستحق نمود و برج فنوئیل را ویران کرده مردم شهر را کشت و به ذبح و سلمونا گفت: آنهایی که شما در تابور کشتید چگونه آدمان بودند؟ و گفتند: آنها مثل تو بودند، هر یک نمود شاهزاده را داشت. و او گفت: آنها برادران من، پسران مادر من بودند و خداوند حی قسم که اگر آنها را زنده نگاه می داشتید من شما را نمی کشتم. و به نخوزاده خود یتر گفت: برخیز و آنها را بکش. لیکن امرد شمشیر خود را نکشید، زیرا که می ترسید، چون که هنوز امرد بود. و ذبح و سلمونا گفتند: برخیز و ما را بکش، زیرا که مرد را مردانگی می سازد. و جدعون برخواست ذبح و سلمونا را کشت و هلالهای زرین را که بر گردن شترهاشان بود گرفت. و اسرائیلیان به جدعون گفتند: بر ما سلطنت بیران، هم خودت، هم پسرت، هم پسر پسرت، زیرا که تو ما را از دست مدیان رها کردی. ولی جدعون به آنها گفت: من بر شما سلطنت نخواهم راند، پسرم نیز بر شما سلطنت نخواهد راند، خداوند بر شما سلطنت خواهد راند. و جدعون به آنها گفت: از شما خواهش دارم که هر یک از شما گوشواره از غنیمت خود به من بدهد، زیرا که اسماعیلیان گوشواره های طلا داشتند. و گفتند: البته خواهیم داد. و پیراهن پهن کرده هر یک گوشواره را از غنیمت خود در آن انداختند. و وزن گوشواره های طلایی که او طلبید 1700 ثقل طلا بود، غیر از هلال ها و حلقه ها و لباس های ارغوانی که بر پادشاهان مدیان بود و غیر از گردنبند هایی که بر گردن شترهاشان بود. و جدعون از آن طلا ایفود ساخته آن را در شهر خود اوفرا گذاشت و همه اسرائیلیان از پشت آن در آنجا و بت پرستی داده شدند و آن برای جدعون و خاندان او دام گردید. و اهل مدیان پیش بنی اسرائیل اطاعت کردند و دیگر سری خود را نبرداشتند و زمین در ایام جدعون 40 سال آرام یافت.